دوستان و عزیزان کانال کاسپیان تراول، عرض ادب دارم خدمتتون. خواهیم بریم یه قسمت از شهر چالوس که یه جای تفریحی و استراحت و لذت بردن از طبیعت که رودخونه زلال و همیشه خروشان سردابرود و جنگل‌های هیرکانی رو با هم داریم تو تصویر، که بعد از اینکه ماشیناتون اینجا پارک میکنید در امنیت کامل وسایلتون رو جمع میکنید و قدم میزنید به اتفاق خانواده و دوستان و عزیزانتون به سمت میز و تخت هایی که در کنار رودخونه دوستان برای شما تدارک دیدن که اونجا بشینید و استراحت کنید به همراه موسیقی های شاد و محلی و متنوعی که براتون پخش میکنن. اینجا همیشه شلوغه، یعنی تایم خاصی نداره، صبح و روز نداره، شب نداره، هر ساعتی بیای اینجا مسافر خودشو داره. از همه جای به اصطلاح کشور عزیزمون میان اینجا. من خودم تجربه 8 صبح داشتم تا 2 نصف شب و همین هیاهو و شلوغی و همین بزن و رکوبی که میبینید تا ساعت 2-3 نصف شب هم هستش. بهتون پیشنهاد میدم که حتما یه سر بزنین اینجا. دوستان عزیزانی که قبلا رفتن میدونن فقط کافیه که زیرانداز و یه دوتا متکا و نمیدونم 4 تا بشقاب و نمیدونم از این ور وسایل و قلیون تو ورداری و بزنی با خانواده، بزنی بیرون و بیایی تو این منطقه بدون ورودی، یعنی 1000 تومانی ورودی هم نمیدی. ماشینتون اونجا پارک میکنی و میای کنار رودخونه، چه خودت بیای یه قسمتی رو زیرانداز بذاری بشینی لذت ببری، چه این که از این تختایی که دوستان اونجا هستن و سرویس میدن استفاده کنید. خیلی هم خوش میگذره و تمام مواد غذایی و تنقلاتی که برای اون روز احتیاج دارین اگر همراه خودتون هم نیاورده باشین اونجا برای فروش هستش. از چیپس و پفک و نوشابه و غیره هر چی بخوای هست و مشکلی نداره. صدای پرنده ها رو که نگم برات و صدای خود آب که اصلا چه لذتی چه آرامشی بهت میده. البته یه قسمت از رودخونه عمقش یه مقدار بیشتره که در فصل تابستون مسافرای علاوه بر این که مثلا پاهاشون رو خیس میکنن یه کوچولو شنا هم میتونن بکنن که ما خودمون تجربهش رو داشتیم. و از اقصا نقاط کشور هم اینجا دوستان میان، حتی از کشورهای عربی هم مثل عراق و حاشیه خلیج فارس میان و بعضی از دوستان که این دوستان و مسافرها رو میارن تو این منطقه، یعنی همه جای استان رو میرن میچرخن و یکی از جاهایی که حتما میان و این دوستان لذت میبرن همین منطقه‌ای که در تصویر میبینید همینجا هستش و میان اونجا از غذاهای محلی و ماهی و کباب و همه چیزایی که اونجا به اصطلاح موجود هست استفاده میکنن. شما پیشنهاد میدم حتما بیاین و لذت ببرین. یه خاطری براتون ثبت میشه تو ذهنتون. مطمئن هستم که یه دفعه بیاین و تجربه کنین ماهی 2-3 بار رو اختصاص میدین که به همراه عزیزاتون بیاین و یه صفایی به خودتون بدین. یه سری وسایلی هم اونجا حالا درسته به صورت سنتی و چیز هست ولی صفاش به همینه. تابی هست و سرسره‌ای هست برای بچه ها در نظر گرفتن که بچه ها اونجا سرگرم میشن. البته باید بزرگترها حواسشون باشه که خدای نکرده مسئله براشون پیش نیاد. و این قسمتی که الان دارین میبینین، آقا این چای رو نگم براتون، این چای هیزومیه ببین قیمت نداره. اگر بخوای از این استفاده کنی مزهش همیشه زیر زبونت میمونه. و یه چیزی که الان خدمتتون بگم این که اگر تا الان لایک نکردین و سابسکرایب نکردین
زحمتشو بکشین که یه دلگرمی برای ما باشه که بتونیم انشالله کارهای بهتر رو برای شما و منطقه‌های گردشگری بیشتری رو براتون به اصطلاح فیلمش آماده کنیم و معرفی کنیم که تشریف ببرین و استفاده کنیم. عزیزان دلم، همینجور که گفتم از این چای آتشینی نمیشه بگذریم. اونجا بشینید دور عزیزاتون با خانواده یا دوستان این چای رو بخورین، چه عطر چه بویی داره، چای هیزومی لذت خاصی داره. انشالله که بهتون خوش بگذره هر جا که هستین و هر جا که تشریف میبرین و در کنار خانواده‌تون، جایی که با هزینه‌های خیلی کم میشه یه روز خوب، یه خاطره خوب ساخت، همینجاست و زیاد دک و بز نداره. خیلی راحت میتونی بری اونجا یه خاطره خوبی برای خودت و بچه‌ها و خانواده‌ت بسازی. انشالله که تونسته باشم یه بخشی از این منطقه توریستی تفریحی رو که منطقه، حالا دیگه اسمش بهتون میگم، سد زوات چالوس هست و اکثر دوستان اینجاها رو تشریف آوردن و میشناسن. بازم من گفتم که خدا به اصطلاح تو کانالمون من فیلمشو بذارم. حالا به هر نحوی عزیزانی که نتونستن بیان یا خیلی وقت بود که اومده بودن و جدیدن نرفتن، بیان و استفاده کنن و لذت ببرن. بازم تاکید میکنم که حتما بیاین از این جاها استفاده کنید و من تو قسمت شرح کلیپم یا ویدیو به زبان عربی هم توضیح دادم و اینکه دوستان بخونن و چون 60-70% دوستانی که کانال ما رو تحقیق میکنن و دنبال میکنن از کشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس هستن. اینه که گفتم حداقل اونایی که زبان فارسی متوجه نمیشن بتونن از این قسمت مکتوب عربیش هم استفاده بکنن. همتون رو دوست دارم، به خدای بزرگ میسپارمتون.